سلام خدمت دوستای عزیز و دوست داشتنی خودم. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین در هوای آلوده افغانستان و در زمستان سرد. من خودم که مگذره دچار مریضی شدم و امیدوار هستم که شما مریض نشین و کسایی هم که مریض هستن خداوند شفای عاجل کامل عنایت بفرماید. خب دوستا، خواستیم سر یک موضوعی بحث کنیم و کامنت های شما را بسیار نیازمند هستیم که چی میگه. ببینید، در اسلام گفتن نظافت جزو ایمان است. نه، نظافت در ایمان یکی از رکنهای دین مقدس اسلام همین نظافت و پاکیزگی است. نظافت و پاکیزگی تنهایی نیست که تو بری استحمام کنی، حمام کنی، بگی من والا نظافت یا نظافت خود را رعایت میکنیم یا نظافت جزو ایمان است. من کاملا دارم برقرار میکنم. نه، این رقم نیست که ما این ببینن توجه کنن. بیشتر جای همین رقم شما دیدن وقتی در وضوخانه یک مسجد میرین، جناب ها هستن چنان فین مستحکم میکنن که یعنی فکر میکنی که مغزشون از دماغشون بیرون میاد. این کار دوست عزیز به نهایت اشتباه هست. ببینن اول در ابتدا سعی کنن اما دماغتون در بیرون جای کسی نباشه فین کنن و بیاین در داخل مسجد وضوخانه بسیار راحت وضو کنین. قرار نیست یک مردم حساس است، دلشون بد میشه. اونجا یه عزیزو فیلم میکنه، او عزیزو فیلم میکنه، فقط بگوی جنگ است که او عزیزو میزنه، عزیزو میزنه. یعنی واقعیتی هستن بسیار یک بی‌نزاکتی کلان است. در شأن یک انسان، در شأن یک مسلمان نیست. یعنی مثل از این میونه که بادی از تو خارج شوه. که باید ببینن و بعد از او کار انجام بدن. گلاوریتون تمام سر و سامان خود در دستشوی میونه، یک آب از پیسرش نمیندازن. ببخشید دلتون رو بد میکنه، ولی من واقعا بخی دیگه به تنگ آمدم، مجبور شدم این موضوع را که مگذر همگانی کنم و تا مردم نظر خود بدن و کسایی که اگر نمیفهمن بفهمن. دیگه همین کار واقعا بسیار کار بد است که اساس است. یکی اصلا احساس نباشه مردم بعدش میاد. شما در وقتی دیگه کشورها میرین، در زمانی که در جایی که عمومی باشه هیچ وقت کسی کارا رو نمیکنه. یک دمی افغانستان بدبخت این چیزا رو این چیزا رایج است. خب این هم جزء نظافت میشه. شما نظر روحی مردم کثیف میکنن، نظر ذهنی مردم کثیف میکنن. کار وام یاد میگیره فکر میکنه که نمی یک چیز صحیح است که یا انجام میده. این کار لطفا انجام ندین. دوزار نظرتون رو بتین. شما خیلی شاید این دیده باشین این موضوعات. بسیار کار بی‌نزاکتی، بسیار کار بد است. اصلا اول که میخوایم مسلمان شوی نزاکت رو اول یاد بگیرین. و دومی که ما دیدیم در نماز جماعت که میری همی زیر پای مردم به قدر چتل هست، که قدر قور زده هست، یک تعداد، نه البته کلشان، سعی کنین اونم پایتون رو که میرن دقیق بعض محسی کشین یا پیش از مس رو بوشن رو خوب پاک کنین، صابون مایع بالاخره تشنابا هست اون رو خوش کنین، بعض وضویتون رو بگیرین. او خود هزار گند و گو چتلی و کنین چیز در پایتون چسبیده و خور نجس است، نمازتون نمیشه. این چیزها رو شاید نگفته براتون، نمیفهم چه رقم موضوعی ها که در وضو گرفتن به نهایت اشتباهات ما در وضو دیدیم. یک نفر دیدیم حتی میریم 5 6 کش دست خود آب مندازه، باز رو کش میکنه، باز مندازه، باز کش میکنه، باز صورت خود اون رقم یک آب مندازه کش میکنه، باز آب مندازه کش میکنه. ببینین 2 بار 3 بار مثلا آب از اینجا مندازن میاد پایین کش میکنه کلشه. و اگه دفعه دومی کار کردین مشکل نیست، ولی دفعه سوم اگر دست کش کردی که راحت داره، دست ما مرقم است. اینها رو در نظر بگیرین. و ای که مثلا ماسک کشیدن ببینین اینجا میاد، یک رقم میکنه، با دست خودی رقم میکنه، باز میاد تا اینجا کش میکنه. چرا پوست سرم باید تر شود؟ در کدام کتاب، در کدام تفسیر مسائل نوشته که باید پوست سر تو تر شود؟ آیا اینجا پوست سر تر شود؟ خب اینجا پوسته، چرا کجا تر نمیکنه؟ کلید زیر نل بیاره بگو تر شد دیگه کامل. اینا رو در نظر بگیر. نه با مز ایره 4 دست از اینجا میمونی تا برآمدگی موی این خلاص شده رفت مستانه میکشین. یا پای ما دیدیم 3 ناخن خود، 2 ناخن خود، نه و با هم 4 ناخنت که از روی پنجه قرار بدن تا برآمدگی روی پای بکشن. من خیلی کسایی دیدم که کف دست خودم میکشن. یعنی این موضوعات است. ببینید نماز از خود آداب داره، از خود موالات داره، وضو از خود موالات داره. اول کسی که میخواد نماز بخونه اول در ابتدا موالات وضو رو بفهمه چی است، موالات پاکی رو بفهمه چی است، که تو وقتی که بخوای نماز بخونی چه شرایطی باید داشته باشید، نجاسات به چی اندازه هست، نجاسات در لباستون، در بدنتون، در تمام چیزتون بفهمین شما که این نجاسات وضویتون نمیشه. یکی که اون موضوع دماغ فین کردن یه خود بیخی اصلا تمام کل چیزتون خراب میکنه.
شما قدر مردم از خود ناراضی میکنه که باز با ولد بلا میشیم نماز میخونید وضویتون اشتباه است نمازتون خیلی وقتا ما دیدیم که نماز جماعت میخوان نفر پیش نرفتی زودتر از او یا سجده میره یا رکوع میره خودی قرائت داری نباید کار انجام بده و خیلی موضوعات زیاد داره مگه چیزا یاد آمد باز بحث براتون میکنم خود استاد نظراتون در مورد این چند چیز رو گفتم همراه ما ارائه بدین و شریک بزن. تشکر از بودن شما با ما. یک سابسکرایب یادتون نره مصرفی نداره یک سابسکرایب یک لایک یک فالو انجام بدین و ما را حمایت کنین تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.